مخاطبین از رسانه پشت پرده. ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه یعنی تیم میگه که منم داشتونی رو های گلزار جابجا کرد. مخاطبین از رسانه پشت پرده سلام، من امین فردین، خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امروز قصد داریم که در برنامه پشت پرده دو موضوع جنجالی که در طول ماه‌های گذشته حسابی سر و صدا کرده بود و طوفانی از حاشیه‌ها رو ایجاد کرده رو برای شما بررسی بکنیم. اولین موضوع آخرین وضعیت وحید خزایی پس از برگشت و بازگشتش به ایران هستش. ترک خروج از ترکیه و بازگشت به وطن. می‌دونید که وحید خزایی پس از گرفتن یک اماننامه شخمی از سفارت ایران و از سرکنسول ایران در آنکارای ترکیه برگشت ایران و زارت در فرودگاه امام هنوز نرسیده بازداشت شد. اینجا کجاست؟ فرودگاه آخرین چندم امروز؟ سوم. ماسک تو ندارم. فکر کرد که این اماننامه رو گرفته میتونه راحت بره تو ایران، اما آخرین وضعیتش رو بررسی میکنیم. و مورد دوم هم دلیل و علت مهاجرت هنرمندها و بازیگرها و فوتبالیستها و خواننده‌ها به خارج از کشور هستش که در طول یکی دو هفته گذشته حسابی شدت پیدا کرده. این موج مهاجرت بررسی میکنیم که آقا علت این مهاجرت چیه، پشت پردهش چی هستش و چه اتفاقاتی داره تو ایران میفته که این افراد دارن از کشور خارج میشن. و فکر کنم یه برنامه باحال و خوب بشه اگر تا انتها ببینید. قبل از اینکه این برنامه رو آغاز بکنیم من یک جمله همیشه میگم، حالا میگم اگر کانال یوتیوبی برنامه پشت پرده رو سابسکرایب ندارید، دکمه قرمز رنگ این پایین هست نوشته سابسکرایب، و اگرم گوشیتون فارسی هستش روی دکمه مشترک شدن بزنید که بتونید آرشیو ویدیوهای قبلی ما رو ببینید و ویدیوهای جدید ما رو هم دنبال بکنید به لحظه. اگرم قبلا سابسکرایب کردید یک بار دیگه لطفاً هم کامنت بذارید هم سابسکرایبتون رو چک بکنید، چرا که ماشاءالله این مسئولین ایران انقدر تصمیم‌های بجایی دارن و نمیدونم از چی میترسن. یوتیوب رو در ایران فیلتر کردن، خیلی از وی پی ان و فیلتر شکن از توی ایران دارن برنامه‌های ما رو میبینن و به خاطر همین یوتیوب این افراد رو ربات تشخیص میده. برای همین بعد کامنت بذارید، لطفاً کامنت بذارید که ربات تشخیص داده نشید. اما آغاز میکنیم برنامه پشت پرده رو با موضوع اول که آخرین وضعیت وحید خزایی هستش که حالا یه مروری میکنیم اتفاقات وحید خزایی رو. میبینیم که یه چند سال پیش عکسایی با دختر خاله و دختر عمو و افراد دیگه پخش شد ازش، مجبور شد مهاجرت بکنه. عکسایی که الان به عنوان کارنامه و افتخارات خیلی در شبکه‌های مجازی منتشر میشه برای جذب فالوور. اون زمانها طرف دست به هزاران کار میزد و از کشورش فرار میکرد به خاطر انتشار این عکس‌ها. الان اون عکس‌ها رو پخش میکنن و سینه و جاهای مختلف رو میندازن بیرون واسه فالوور. وحید خزایی رفت ترکیه و اونجا حالا انواع اقسام کارها رو کرد، از زدن سایت‌های قمار و شرط بندی گرفته تا حالا عضویت این شخص در گروه‌های سیاسی و جاهای مختلف و تا تبلیغ سایت‌های دوستیابی و سایر چیزهای دیگه. اما خب این کارها برای وحید خزایی برکت نداشت. چند بار هم خواست به اروپا مهاجرت بکنه که مهاجرتش ناکام موند. حالا میگم بهت بکنم یه دو روزی بگیرن، دو روزی ولمون نکن. و شرایط مالی و اقتصادی بدی رو در ترکیه داشت و هر کسی هم به نحوی توی ترکیه کمکش میکرد یه کاری میکرد که طرف یه عجب غلطی کردم به این کمک کردم، ماشاءالله مثل نقل و نبات از دهنش فوش میبارید و قدر اون کسایی که تو ترکیه بهش کمک میکردن رو نمیدونست و تصمیم گرفت برگرده ایران. رفت با دوستان و برای بچه رفیق خودش به قول خودش در کنسولگری ایران در استانبول صحبت کرد. حالا فکر کنم یکی از اون افرادی که تو کنسولگری هست رفیقش بوده. حالا به نحوی حالا گولش میزنن یا قانعش میکنن یا مجابش میکنن که برگرده ایران. بعد میره از سفارت ایران در ترکیه توی آنکارا اماننامه میگیره، درخواست پناهندگیش هم پس میده، فکر میکنه که این اماننامه رو بگیره الان میره تو ایران براش فرش قرمز پهن میکنن. رفت تو فرودگاه امام زارت گرفتنش. دو تا از نهادهای امنیتی ایران، سازمان ساس و دو الف که میشه اداره اطلاعات، هم در دو مرحله وحید خزایی رو بازجویی کردن اصطلاح و توی بازجوییاش
خیلی ها رو داد بالا درخت، اسامی خیلی ها رو هم برد، خیلی ها رو هم بازداشت کردن و در حال حاضر در زندان اوین هستش و باید شرایطش بررسی بشه. بعد از این شرایط کرونایی و این چیزهای مختلف احتمالاً دادگاهش برگزار بشه. هنوز هیچ حکمی هم صادر نشده. دون گفتن ابد گرفته و چیزهای دیگه، هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده، آزادم نشده. حالا ممکنه آزاد بشه، ممکنه یه حکم سنگین بگیره، ولی هنوز هیچ دادگاهی برای این شخص برگزار نشده. اما موضوع دوم در خصوص دلایل مهاجرت هنرمندها، سلبریتی ها و خواننده ها و فوتبالیست ها به خارج از کشوره که در طول این یکی دو هفته گذشته ما موج این افراد رو به شدت زیاد داریم حس میکنیم که دارن خارج میشن. چند تا دیگه از خواننده ها قراره که از کشور برای همیشه برن. اما یک نکته‌ای که وجود داره این هستش که در طول سالهای گذشته ما شاهد مهاجرت نخبا به خارج از کشور بودیم و ما رتبه نخست فرار نخبا به خارج از کشور رو داریم. بر اساس آخرین آمار صندوق بین‌المللی پول که سال گذشته منتشر شد، سالانه حدود 180,000 ایرانی تحصیل کرده کشور رو ترک میکنند. به عبارت دیگه ایران رتبه نخست فرار مغزها رو در میان کشورهای در حال توسعه جهان در اختیار داره. اما وقتی این نخبا به خارج از کشور میرن، هیچ کسی هیچ ریاکشن و واکنشی نشون نمیده، نه نهادهای مسئول داخل ایران، نه رسانه‌های داخل ایران. اما به محض اینکه یک هنرمند، بازیگر، سلبریتی از کشور خارج میشه، شروع میکنن مصاحبه کردن و امام و انقلاب رو جلو انداختن و از این سبک مصاحبه‌های حزب اللهی کردن که اینها پشت به وطن کردن و پشت به فلان کردن و بیسان کردن که خودشونو خوبه جلوه بدن. چرا؟ چون این افرادی که هنرمندن و سلبریتیان یا اصطلاحاً معروفن، اخبارشون زیاد وایرال میشه و پخش میشه تو شبکه‌های مجازی. مسئولین و اون افرادی هم که اهل خودنمایی‌ان یهو به صورت خودجوش میان مصاحبه میکنن و حرفای خوشگل به مردم میزنن. ارشاد در مجوز دادن به مهراد جمع کمکاری داشته که مثلا طرف دلگیر بشه بره یا نه؟ من تا اونجا که میدونم ارشاد کمال همکاری رو با این خواننده جوون داشته و تمام آثارش هم با مجوز گرفت و حتی مجوز کنسرت هم بهش داده شد. خب شما خودتون تحلیل کاملی رو ارائه کردید راجع بهشون. شاید کم سن و سالی باعث یک تصمیم عجولانه است ایشون شد. بله خب ایشون کارهاش رو به ارشاد در یک سال گذشته آوردن و تقریبا همه کارها رو هم مجوز گرفتن. آقای جهانی هم در گفتگویی که به صورت زنده با یکی از شبکه‌های اینستاگرامی داشتن به این نکته اشاره کردن که آقای جمع کارهاش در ایران منتشر میشد و مشکلی از جهت انتشار آثارش نداشت. منتها خب ورودی که برخی سایت‌های شرط بندی به حیطه خواننده ها میکنن و اونها رو توجه میدن به درآمدهای آنچنانی، ممکنه که در ابتدا مثل سرابی باشه و خواننده رو به خارج از کشور بکشه. هرچند ما مردم هم نسبت به این قضايا مقصریم ما. چرا؟ چون تو پیجای کوچیک خودمون مثلا طرف 200 تا فالوور داره، 500 تا، 1000 تا، 2000 تا، نه 10,000 تا فالوور داره، نسبت به فرار نخبه هیچ واکنشی نشون نمیده. اما نسبت به خروج اون هنرمنده، اون خواننده، تا دلتون بخواد واکنش نشون میدن. هرچند این واکنش ها خیلی هم فشار میاره روی این هنرمندها، انتظارات مردم رو هم به اصطلاح میبره بالا و طرف آنچنان باید شاید دیگه نمیتونه تمرکز کنه تو کار خودش، حرفه خودش، تخصص خودش. اما یکی از علتهای مهاجرت این نخبه ها و کسایی که واقعا ما میبینیم که اگر نگاهی به روند خروج نخبه به خارج از کشور کنید، اکثرا دانش آموخته های دانشگاهی خوبی مثل دانشگاه صنعتی شهید بهشتی و جاهای مختلف هستن که مهاجرت میکنن به امریکا و کانادا یا حتی اروپا. علت اصلیش آشنا و فامیل بازی ها و اتفاقات کثیف ادارجاتی در ایرانه. چرا که طرف هر چقدر ریشش بیشتر باشه، ریشش قوی تره و با پارتی بیشتری میره استخدام میشه. اما طرف وقتی این پارتی ها و این اتفاقات رو نداشته باشه، خب مسلماً هیچ جایگاه خاصی نداره. از لحاظ مالی هم آنچنان باید دو شاید طرف رو ساپورت نمی‌کنن. طرف میگه بابا من یه علمی دارم برم خارج از کشور، 50 برابر این پولی که اینجا دارم بهم میدن و بهم میدن. بعد از اون طرف یه عده میگن خب طرف ارق وطن دوستیشو و نمیدونم وطن و اینهاش به کجا میرسه. بابا وقتی طرف تو ایران بهش احترام نمیذارن، طرف با
دمپایی و جوراب سفید میاد داخل یقه رو تا خشتک بسته بعد پشت پرده 1000 تا کار میکنه، اون احترامش به اصطلاح بیشتره، طرف میگه چه کاری با من بمونم اینجا، برام خارج از کشور بهتره. وطن پرستی رو در اون نمیبینن که دارن کثافت کاری و رانت و لابی میکنن، در این میبینن که طرف مهاجرت کرده. این میشه بحث نخبه ها و فرار نخبه ها به خارج از کشور. گفتم بزن میگم ما رتبه نخست فرار نخبه ها به خارج از کشور رو داریم، یعنی توی بزرگترین ادارات و سازمان ها و شرکت ها و نمیدونم بیزینس های دنیا، از گوگل و مایکروسافت دیگه تا توییتر و سایر افراد، شما یه نخبه ایرانی تا ناسا، یه نخبه ایرانی ما شما میتونید توش ببینید، هممون میتونیم توشون ببینیم، از مدیرانشون گرفته بیا تا پایین. میرسیم به مهاجرت هنرمندها به خارج از کشور که یه نکته بگم، مهاجرت کلا در ایران فصلی بوده، یعنی شما از بعد از انقلابی که تو ایران صورت گرفت نگاه بکنید، یه عده مهاجرت کردن اومدن حالا کشورهای اروپایی، نظیر خواننده‌هایی که به خواننده‌های لس آنجلسی معروف شدن، اول اومدن از راه ترکیه رسوندن خودشون رو به اروپا، مثل فریدون فرخزاد و حالا بسیاری از خواننده‌ها، بعد از اون اومدن امریکا که به خواننده‌های لس آنجلسی معروف شدن. اون موج مهاجرت تموم شد، بعد از اون یه موج مهاجرت ما دهه 70 داشتیم به ژاپن و چین، حالا ژاپن بیشتر که مهاجرت کردن رفتن اونجا. یه موج مهاجرت ما تو دهه 80 داشتیم، اواسط دهه 80 به استرالیا که خیلی از ایرانی‌ها رفتن استرالیا، بعدش حالا باب شد به سایر کشورها. در اواسط دهه 90 ما یک موج مهاجرت به اروپا رو داشتیم، به حالا کشورهای اروپایی و فصلی بود. الان ما یک موج مهاجرت به ترکیه داریم که خیلی از حتی مردم عادی دارن مهاجرت میکنن و میرن ترکیه خونه میخرن یا سرمایه گذاری میکنن. هرچند ترکیه با ایران آنچنان تفاوتی نداره، فقط چون اونجا یه مقدار آزادتر هستن و حجاب نیست، خیلی ها فکر میکنن که از دلایلشون میتونه این قضیه باشه، ولی علاوه بر قیمت و چیزای مختلف نزدیک به هم دیگه هستن. اما ما حالا بحثمون این مهاجرت هنرمندها هستش به خارج از کشور که هم میتونه خوب باشه هم میتونه بد باشه. شما نگاه بکنید اگر کسی مهاجرت کرده باشه، کارنامه کاریش نگاه بکنید، اگر تو ایران موفق بوده تو خارج از کشور هم میتونسته موفق بشه. یعنی این روی صحبت من به کسا و هنرمندایی هستش که میخوان الان هم مهاجرت بکنن. اگر تو ایران کارنامه موفقی ندارید به احتمال 70-80% تو خارج از کشور هم نمیتونید موفق بشید. چرا؟ چون اونجا هم زبون خودتون بودن، شما نتونستید حرکتی بزنید. حالا پارتی بازی و آشنا و لابیه یه بحثه که جلوگیری میکنه از این موفقیت شما، خودتون هم باید یه حرکت و تلاشی بکنید. اما ما نگاه میکنیم مثلا امثال شادمهر که از کشور خارج شدن چقدر موفق شدن، یا یک کم بیایم جلوتر گلشیفته فراهانی که یک کارنامه خوبی داشت اومد خارج از کشور موفق شد. یک کم دیگه بیایم جلوتر امیرحسین مقصودپور یا همون تتلو که مهاجرت کرد و اونم موفق بود، هرچند حالا یه سری سنگ اندازی ها و بستن پیجش و کارا و حواشی هم خودش هم بی تقصیر نبوده باعث شد که تو خارج از کشور موفق باشه. پس اگر کارنامه کاریتون تو ایران موفق نیست احتمال 70% موفق نمیشید، و اگر موفق باشه کارنامه کاریتون میتونید موفق باشه. خانمایی هم که حالا میان از این بازیگرها و کسایی که هنرمندن اونم که تکلیفشون مشخصه، میان این و زرت حجاب و ور میدارن و یه مصاحبه با شبکه‌های سیاسی و افراد سیاسی و ربط دادن موضوعات سیاسی به موضوعات غیر سیاسی و ربط دادن گوز به شقیقه و چیزهای مختلف که بتونن شرایط رو برای خودشون جوری رقم بزنن که اقامت بگیرن. حالا این علت خروجشون هستش و خودشون ربط داره و نمیدونم فشارهای نهادهای حاضر و چیزهای مختلفی که میگن که بتونن اقامت بگیرن. اما گفتم دیگه فشارهای نهادهای مسئول از نهادهای امنیتی و مجوز دهنده و چیزهای مختلف هم آنچنان بی تاثیر نیست که فشارهای عجیب و غریبی میارن به هنرمندها و جالبه که آنچنان هم بیکار نشستن و بعد از اینکه این موج مهاجرت صورت گرفت خیلی از افراد رو ممنوع خروج کردن. اگر نمیدونید بدونید که بسیاری از خواننده‌ها، بسیاری از بازیگرها، بسیاری از افرادی که هنرمند هستن رو ممنوع خروج کردن به دلایل مختلف. شاید یکی از دلایلش هم مثلا ندادن مالیات بوده یا چیزهای مختلف، یا پاسپورتشون رو گرفتن و اجازه خروج این افراد رو به خارج از کشور نمیدن به خاطر اینکه میترسن افراد برن و یک موج مهاجرت شدیدی صورت بگیره و مد بشه، همه بخوان برن، بعد همه اون نهادهای دیگه بیان به این نهادهای مسئول دیگه میگن داداش چه غلطی میکنی، همه دارن مهاجرت میکنن.
چرا؟ چون پشت پرده رانت‌های کثیف و عجیب و غریب وجود داره. برای نمونه من وقتی با مهراد جمع داشتم صحبت میکردم که چند وقت پیش از ایران مهاجرت کرد رفت ترکیه و رابطه و رلاش با دنیا جهانبخش و چیزهای مختلف صورت گرفت، میگفت آنچنان ممیزی‌های شخمی در وزارت ارشاد روی اشعار من زده میشد پشمای خودم ریخته بود. یعنی به منم گفت پشمای منم ریخت. مثلا میگفت من مجوز شعر گرفتم برای کنسرت یا مجوز کنسرت گرفتم. توی یکی از شعرهای خودش میگه با تو راه شمال. خب میگه توی کنسرت به من مجوز داده بودن که با تو رو بگم، تو راه شمال رو نگم، تو راه رو نگم، شمال رو بگم. یعنی چی؟ یعنی وقتی میرفت بالا رو استیج بعد میگفت با تو راه شمال، بعد مردم میگفت نه اشتباه گفتم، با تو رو بعد میگفت تو راه و نه بعد میگفت شمال رو میتونست بگه. یعنی ببینید چه مجوز عجیب و غریبی که تو بخوای اجراش هم بکنی بعد بری 6 7 تمرین بکنی مجوزی که دادن بتونی اجراش بکنی. ممیزی‌های شخمی، مثلا میگفتن کلمه پرسه رو در شعر نباید بگی، نمیدونم کلمه فلان چیزو نباید در شعرت بگی. از این نوع کارا انجام میدم، فشار میاد به هنرمنده. میگه بابا من کلی دهنم سرویس شده رفتم شعر گفتم بعد بیام به شما بگم شما بیروش ممیزی و سانسور بکنین. یعنی مولانا و سعدی و حافظ هم اگه اون زمانا میخواستن با کتاب شعراشون مجوز بگیرن برای کتابای شعرشون قطعا مجوز نمیگیره. یارو از لب یار و جام شراب و چیزهای دیگه میگفت، مجوز هم نمیگیره. اما یه عده میگن خب باشه ما توی ارشاد ایران بعضی از شعرها هم داریم از جام شراب و لب یار و اینها صحبت میکنه. اینجا همون مافیا و رانت است. چرا؟ چون قشنگ طرف زیر میزیده رو پرداخت میکنه، قشنگ طرف رانته رو میده، پوله رو میده، لابیه رو اصطلاحاً داره و به راحتی شعر رو خودشون میده و مجوزش رو میگیره. اما بعضی از این افراد خب این لابیه رو ندارن دیگه. و از اون طرف این نکته جالبی هم وجود داره، اونم این هستش که مثلا اون طرفی که تو ارشاد نشسته توی نهاد مختلف نشسته آخر سال میاد یه بیلان کاری میده، میگه آقا من به 2000 تا شعر مجوز دادم. خبرنگارم زنگ میزنه میگه آقا این کسایی که رفتن خارج از کشور یا مهاجرت کردن دارن میگن شما مجوز صادر نمیکنید. میگه نه اینا نگاه بکنید من 2000 تا شعر مجوز دادم. راستن میگه مجوزه رو داده، اون ممیزی شخمیه رو نمیاد بگه که چه ممیزی عجیب و غریبی توی اون شعر زده. مجوز صادر شده ولی تو مجوز شعر نصفشو نباید بخونی توی کنسرت. میگن امام و انقلاب اسلام به خطر میفته و اینجوری دارن جفا میرن توی صنعت هنر و موسیقی ایران و به شعرهای آنچنان با مسما و خوشگل و خوب هم مجوز نمیدن. برای همین شعرهای شخمی اینجوری داره میاد بیرون. 3 ماه 2 ماه گوش میدید سوپر مگاهیت دیگه خسته میشید، دیگه گوش نمیدید، به خاطر اینکه با رانت و لابی مجوزی گرفته شده، سلیقه‌ای مجوز میدن. این برای شعر و موسیقی و خواننده‌ای که خارج از کشور دارن میرن یا خواننده‌ای که دارن میرن خارج از کشوره. در خصوص هنرمندا هم همینه. شما یعنی اگر خوب خدمات به تهیه کننده بدی، خیلی خوب خودتو به تهیه کننده نشون بدی، به شما فیلم و سریال میده. در غیر این صورت شما جایگاهی نخواهید داشت در صنعت پررونق سینمای ایران. این هم میشه وضعیت سینمای ایران و سایر افراد. تو تیم‌های فوتبال هم که دیگه هم دیگه موج مهاجرت فوتبالیستا هم داشتیم در طول سال گذشته. تلویزیون هم یکی از عامل‌های رانت و لابی بوده دیگه. طرف با بستن پشت پرده با یه سری مجری‌ها و تهیه کننده‌های تلویزیون خواننده مورد نظر خودش، هنرمند مورد نظر خودش میاره تو تلویزیون پروموت میکنه، بقیه بعد سماخ میکنه و طرفو معروف میکنه با مخاطبای میلیونی که داره و هر نوع رانت و لابی که بخواد انجام بده رو میده. و حرف من این هستش که آقا درسته این موج مهاجرت همه دارن ازش تعجب میکنن و چیزهای مختلف میگن، اما علت این مهاجرت اجباریه رو باید کشف کرد. یعنی کسی بعدش نمیاد تو کشور خودش خدمت بکنه. چی کار میکنه که لازم میشه طرف برای همیشه خاکش و وطنش رو ترک بکنه و بره توی یک کشور غریبه و بخواد اونجا زندگی خودش رو ادامه بده. و از طرفی موضوع مهمتر از اون هم این هستش که ما چرا یه کاری میکنیم نخبه‌هامون به خارج از کشور مهاجرت بکنن. توی هنر موسیقی، توی هنر بازیگری و خوانندگی هم ما نخبه داریم، اونا هم هست. توی سایر کارهای دیگه هم ما نخبه زیاد داریم به خارج از کشور مهاجرت میکنن و بر نمیگردن.
سنگ اندازی های عجیب و غریبی هم میشه. یعنی یه سری از افراد هم هستن که رسانه دستشونه، یه سری فشارها رو به این افراد میارن که داره حتی نمیتونه تو شغل و بیزینس خودش هم موفق باشه. مثلا مهاجرت میکنه، نمیتونه یه شعر درست بده، یه موسیقی درست و خوب رو مدیریت بکنه، بخاطر اینکه ما مردم هم نسبت به این فشارهای رسانه‌ای مسئولیم. به عنوان مثلا من میام به عنوان خبرنگاری که حالا سبکم پاپارازی خبر رو اعلام میکنم تو خارج از کشور، مثلا میگم که مثلا کیو بگم، جنیفر لوپز مهاجرت کرد، از امریکا رفت مثلا افریقا، میخواد اونجا زندگی بکنه. عمده واکنش مردم اینه واو دیگه، مثلا ریلی، مثلا اینجور چیزا میگن، واقعا برای طرف کامنت میذارن. حالا مثلا بگیم که فلان خواننده داره از ایران مهاجرت میکنه میره ترکیه، توف دروش میخواد بره سایت بزنه، میخواد بره چیز بکنه، میخواد بره. واکنش مردم هم فشار رو میارن به طرف میگه ای بابا این چه وضعشه. حالا مثلا بعد ما هم میشیم بده که خبر رو اعلام میکنیم. یعنی شما در هیچ کجای دنیا نمیبینی به خبرنگار فوش بدن، به رسانه فوش بدن. تو ایران فوش میدن، به خبرنگار فوش میدن، به اون کسی که علت خبر بوده فوش میدن، به خانواده اون طرف هم فوش میدن، نمیذارن اصلا مسیر خودش رو بره جلو. در هر صورت امیدوارم که تمام کسایی که مهاجرت کردن موفق باشن، اونایی هم که میخوان مهاجرت بکنن با فکر و درایت بیشتری این کار رو انجام بدن. در هر صورت مرسی که تا این لحظه با رسانه پشت پرده همراه بودید. اگر دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید، حال نکردید دیسلایک بکنید، خیلی حال نکردید فوش بدید، اگر هم حال کردید قربون صدقه برید ما حال کنیم. در هر صورت شکر می‌کنم. مرسی که تا این لحظه با رسانه پشت پرده همراه بودید. ممنون.